سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: اشتراک مقامات بلندپایه حکومت در مراسم فراغت بیش از 3500 تن از مجاهدین کشور، تاکید معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی بر خنثی‌سازی عناصر شریر در کشور همسایه و پایان دشمنی 21 ساله در هرات. امروز شنبه 11 ماه قوس سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداره رئیس وزراء در مراسم فراغت بیش از 3500 تن از مجاهدین گفت جنگ‌های تحمیلی و اشغال تمام زیربناهای کشور را از بین برده و در 20 سال اشغال هیچ نوع کار بنیادی صورت نگرفت. آقای حنفی افزوده که با حاکمیت امارت اسلامی پروژه‌های مختلف انکشافی در کشور تطبیق شده و نیز در زمینه رشد نظام تحصیلی و صحی اقدامات لازم صورت گرفت. مولوی فتح الله منصور معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی در مراسم فراغت بیش از 3500 تن از مجاهدین گفت عناصر شریر در کشور همسایه که بر علیه نظام ما تلاش میکند را باید خنثی سازیم. آقای منصور افزود نظام اسلامی کنونی به قیمت خون صدها هزار شهید به میان آمده و حفاظت آن بالای ما فرض است. مولوی فتح الله منصور همچنان تاکید کرد که از امرای خود باید اطاعت کنیم، زیرا که در اطاعت از امرا آرمان شهدا تحقق می‌یابد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فایدامه میگوید که کار دو پروژه بزرگ سرکسازی در ولایت پروان به ارزش بیش از 983 میلیون افغانی به زودی آغاز می شود. با گفته وی این پروژه ها شامل ساخت 20 کیلومتر سرک کوه صافی به ارزش 641 میلیون افغانی و سرک دوم راه بگرام جبل السراج ولایت پروان به ارزش بیش از 342 میلیون افغانی می باشد. آقای حقشناس افزود که قرارداد این پروژه های بزرگ با شرکت های سرکسازی به امضا رسیده است. و در اخیر دشمنی 21 ساله میان دو قوم در ولسوالی کشک رباط‌سنگی ولایت هرات به میانجیگری مسئولان، علما و بزرگان قومی پایان یافت. وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل میگوید که در پی این دشمنی 2 تن از هر دو طرف کشته و شمار دیگر نیز زخمی شده بودند. با گفته این وزارت هر دو طرف تعهد کردند که پس از این در فضای صلح زندگی کنند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.